با سلام خدمت دوستان عزیزان و فالوورای عزیز که ما را همراهی میکنن. از همتون کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امروز هم دوستان اومدیم روی یه پشت بوم دیگه. اول کار یادم رفت براتون فیلمشو بگیرم، الان یادم اومد. از همتون عذرخواهی. خب دوستان، این پشت بوم میبینید، این پشت بوم قبلا ما اومدیم اون نصفه رو کار کردیم، نصفه اون طرفو تا این لبه و این لبه این طرف تا اینجا که ملاحظه میکنید تا این خط. اینجا قفسه کفتر و اینا بود که نشد کار کنی، بعد زحمت کشیدن جمع کردن، میبینید کفتر اونجا توریش گذاشته، جمع کردن. بعد حالا اومدیم تمامش کنیم انشالله به کمک خدا. بعد دوستان میبینی از اینجا این تیکم بود، اینجا یه بار من شروع کردم از این سر، میبینید یه لوله بخاری داشته. بعد ناقابدون الان اینم میبینید دوستان، این لوله بخاری این یعنی به قول خودمون آبریز بارونش پلاستیکیه. یه بار دیگه هم گفتم سعی کنید آبریزاتون رو همه رو فلزی بذارید، پلاستیکی اصلا آب بندی نمیشه دوستان، اصلا. بعدا هر کار بکنی آب میده. حالا من الان اگه ملاحظه بکنید اینا، من اومدن لباشو انداختم، بعد یه تیکم آب کردم قشنگ فرستیدم داخل که لبه لوله رو با لبه سیمان رو با هم بگیره، انشالله آب نده. بعد تماما که شد انشالله فیلمش براتون میذارم. ممنون و تشکر.